سلام عزیزان، امیدوار هستم سلامت و سرحال باشین و به دور از غم و اندوه. از چند روز به این سو خبرهای نادرست و جعلی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه در رابطه با کشته شدن من. و اعضایی که این خبرهای نادرست و جعلی را پخش کردن و ساخته و بافتن، آرزوی خوشبختی و هدایت شدن میکنم از بارگاه خداوند. از شما عزیزان که این خبرهای دروغین باعث ناراحتی و پریشانی شما شده پوزش میطلبم و از عزیزانی که جویای احوالم شدین سپاسگزار هستم. قسمی که میبینین تا هنوز با شکرگزاری خداوند دارم نفس میکشم و زنده هستم. همونطور که شما زندگی و زنده ماندن دوست دارین، من هم عاشق زنده ماندن، زندگی، انسانیت و شادمانی هستم. با تکذیب این خبر با شما مردم عزیز آرزوی خوشبختی و آرامش میکنم. خداوند به همراهتون.